دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در خیابان کاشف شرقی لاهیجان. امروز شنبه 1 بهمن ماه و ساعت حدود 6 غروبه. خیابان کاشف شرقی از خیابان‌های معروف لاهیجانه که از میدان معلم یا مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران شروع و تا میدان چهار پادشاه یا وحدت اسلامی ادامه داره. این خیابان به خیابان خوراکی ها هم مشهوره. انواع فسفودی ها و غذاهای متنوع در این خیابان وجود داره و تا ساعت 11 الی 12 شب هم مشغول به کارن. در این بلاگ ما در این خیابان قدم خواهیم زد و در نهایت در بازار روز شماره 2 هم گردشی خواهیم داشت. خیابان ها و مکان های معروفی که در طول این مسیر وجود دارند: میدان حشمت، بیمارستان خصوصی شفا، خیابان قیام، پارک رفتگر، خیابان تربیت و میدان انقلاب خواهد بود. لاهیجان معروف به عروس گیلانه که در همسایگی شهرهای لنگرود، آستانه و سیاکل قرار دارد. فاصله این شهر از مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 40 کیلومتره. جالبه بدونید لاهیجان نوار ساحلی هم داره و در محدوده امیرآباد به دریا متصل میشه. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر آبشار، شیطانکوه و استخرش میشه به مجموعه بام سبز و تلکابین، تالاب‌های سوختکوه سوستان، تالاب حاجی آباد، مزرعه قوها، مقبره کاشف السلطنه و موزه چای، مقبره شیخ زاهد لاهیجانی، روستاهای زیبا و جذاب مثل سرچشمه، پل خشتی و بازارهای محلیش اشاره کرد. از سوغاتی معروف لاهیجان هم کلوچه، کوکی، چای و برنج. گردش و تفریح در تعطیلات در این شهر واقعا سخت، ترافیک و جمعیت زیاد آدمو کلافه میکنه. ما خودمون هم سعی میکنیم در تعطیلات مثل تعطیلات نوروزی از ماشین شخصی استفاده نکنیم. راستی ولاگ های زیادی از این شهر مثل رانندگی شبانه، گردش در هوای بارانی، گردش در بازار محلی، گردش در بام سبز و شیطانکوه در کانال ما وجود داره که همگی رو میتونین در پلیلیست مربوط به شهر لاهیجان کانالمون پیدا کنید. لینک این پلیلیست رو هم براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی ها و جاهای دیدنی استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای محلی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو هم براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
خیابون قیام جز خیابون‌های معروف لاهیجان. روبروش هم پارک گفتگره، بهش خواب و سرسره و فضای سرد نشستن. چی میگن؟ بریان زده 140. اینجا آشکده سیکاه خیلی معروفه. تقریبا 12 شب هم دیدم شلوغ. ولنتاین نزدیک، اینجا کادو چیده. اینجا یه پیتزا فروشی جالب داره، پیتزا سنگی بیده. ساندویچ تنهایی داره. عطر گل میاد فقط، نرگس شیرازی.
من اشتباه نکنم باید تربیت باشه اسم خیابونش. تقریبا فقط خوراک و فقط که نه بیشتر خوراکه، چون تا 12 شب این برای بازه. تعجب ما خلوته، شنبه است امروز، همیشه شلوغ. دوستم بدار شاید فردایی نباشه. واقعا خلوت این شد، تعجب جو همیشه شلوغه. مدرسه هم اسمش عبدالرزاق، اگه میخواد آدرس بده ازش استفاده میکنه. جلوتر از عبدالرزاق، روبروی عبدالرزاق. خودم میخواد بارون بگیره، چند تا قطره اومد. جلوتر یه آقای جو قهوه خونه داره، همیشه من اینجا چای میخورم. خیلی تمیزه. نه صبح هم لوبیا داره، املت داره. جور هوایی داره.
به باغ ملی. این تو بازار روزم یه دور بزن.
뭐 시작을 하는